دوست عزیز این ماشین اومده بود 10 میلیون هزینه کنه واسه روغنریزی جو فرمون و پمپ هیدرولیکش. گفتم آقا بدون 1 ریال میخوام برای اولین بار این مشکل رو حل کنم. اگر ماشینتون پمپ هیدرولیک، جو فرمون، نمیدونن کمک فرمون، روغن داشت، خواهشاً به تعمیرگاه نرو. استاد چی میگه؟ میگه 90% ابهاریز و جزئی هستن. دوست عزیز که از اکسپلور میاد میدونم داری مقاومت میکنی. مقاومت چرا؟ بزنید دکمه فالو رو که حداقل پست‌های بعدی رو از دست ندی تو این شرایط بد اقتصادی. من 15 سال تجربه دارم آقا، دوست دارم اینا رایگان در اختیار مردم هم بذارم. چه اشکالی داره؟ پس بیا اینجا دوست عزیز چیکار میکنی؟ قبل اینکه بری تعمیرگاه درب مخزن روغن هیدرولیک رو باز میکنی میذاری اینجا. دقت کنید دوستان، یه روغن ترمز ترجیحاً آبی بهتره. ببینید یه سر از روغن ترمز آبی میریزی داخلش، 80% حتی بوده تا 100% جلوی روغنریزی ماشینت گرفته شده. بابا این اگر راز نیست چیه؟ پس اینو کی میاد بهتون میگه تو این شرایط بد اقتصادی به جا داشته باشی 1 ریال هزینه اضافی نمیکنی؟